خب آقای محمود احمدی نژاد، برای شروع اگه سلام علیکی با شنوندگان داریم بفرمایید لطفاً. سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ ایران در هر کجا که هستن. متشکرم. آقای احمدی نژاد، مثل این که شما یه مقدار از دست ما ناراحت بودین، حالا به خاطر گیرایی که بهتون میدادیم. در نهایت دیدیم که بهترین راه برای برطرف شدن سوء تفاهم‌ها گفتگو کردنه. ما که از اول بهتون گفتیم بیاد گفتگو کنیم. بیاد گفتگو. بله. ما همیشه اهل گفتگو بودیم. بله، شما که ماشاءالله همیشه اهل گفتگو هستین و به خاطر همین گفتگوها بوده که این همه سوژه واسه گیر دادن دست این اون میدین. ما کلا مجبور بودیم که به شما گیر بدیم، میدونی؟ چند تا دادید تا؟ 4 تا. انقدر بدید که بشه 4000 تا. بعد آقای احمدی نژاد خوب نیست اینطوری حرف بزنی. بذارید من از جنس هم مثالایی که خودم میزنم بزنم. بفرمایید. من میتونم راجع به پرونده یه خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده یه خانوم؟ نه بابا، وقت نداریم الان، باشه برای بعد. فعلا بریم سراغ برنامه خودمون. اول از همه بگید چی شد که راضی شدیم با ما حرف بزنید. یعنی دوست دارم از روزی که حاجی اندالمؤمنین ما اومد واسه راضی کردنتون بگید. مثل این خانومایی که صبح میرن زنبیلو میذارن تو صف شیر. بله. این اومده زنبیلو بذاره که آقا ما هستیم، ما مشتری شماییم. بعد آخرش حاجی چی گفت که شما راضی شدین؟ خودش گفت حالا شما حاضرید یه ذره کوتاه بیاید؟ من گفتم نوچ. حتما دیدم این اطرافیانش که اومده بودن چند نفر اینا پریدن بالا کف زدن. معلوم بود اینا با هم شرط بندی کرده بودن که اونا میگفتن فلانی نمیپذیره، اون گفته بود من قانعش میکنم. من دستمو رو پاش گفتم شما چرا اینقدر میترسید از این؟ دستونو گذاشتین رو پاش. بعد چی شد؟ آقا ما نفهمیم آخرش حاجی چی گفت که شما راضی شدید؟ بگین. نه بفرمایید، خواهش میکنم. گفتش که بابا جون آبو بریز همونجا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریزی؟ پس اینطوری گفت شما هم راضی شدین. خب با زبون خودتون راضیتون کرد دیگه. بله. کلا نظرتون راجع به حاجی و فتواهایی که میده چیه میتونم بدونم؟ ما تخصصش نداریم، ما اینجا وارد نمیشیم، اما هم اقدام آدم خوبی است. بله. حالا که راجع به حاجی حرف زدین، این سرآشپز فردای ما هم اینجا هست، به هر حال بیرون نشسته منتظر میگه نظر اوس محمود. ببخشید این بچه‌ها اینطوری صدا میکنن. نظر آقای محمود احمدی نژاد رو راجع به منم بپرس. میتونید نظرتون رو بگید لطفا راجع به سرآشپز فردا؟ اصلا من یه علاقه ویژه شخصی به ایشون دارم. انسان پاک دوست داشتنی است. در یه جا گفتم مثل هلوم ولی میخواد بخوره. این جوون مؤمن واقعا دلسوز کشور. آخه چقدر خوشحال شد. خب قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، ما میخوایم نظرتون رو خیلی کلی راجع به گفتگو بدونیم. یعنی ما با حرف بزنیم، قانع کنیم همدیگه رو، به تصمیم مشترک برسیم. این میشه گفتگو. پس الان دیگه آماده این واسه این گفتگو دیگه؟ ما همیشه آماده بود. بسیار عالی. آقای احمدی نژاد، نظر شما راجع به مدل موی جوونای ما چیه؟ آیا همه باید مدل موهاشون مثل شما باشه یا اینکه بعضیا میتونن مثلا مثل مشاور شما آقای کلهر موهاشون رو دنبست میکنن؟ واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ماست. بچه‌ها دوست دارن موشون عجیبی بدارن. به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسه. بله. دولت باید اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی میکنه از مردم. بله. مردم سلاق گوناگون دارن. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشو رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. شأن دولت اینه، شأن مردم اینه. این واقعا مثلا توهین به مردم ماست. خیلی جالبه، من سورپرایز شدم. یعنی واقعا جدی میگین؟ یعنی این همه گشت ارشاد و گشت نوامیس چرا پس به مردم شب تا صبح گیر میدن، صبح تا شب، شب تا صبح؟ برای اینکه اینها به اندازه بزرگانه هم از دنیا فهم شعور ندارن. مثلا عصبانی شدین رفتین دور. حالا واقعا جدی میگین؟ پس یعنی مردم از فردا آزاد باشن، بیان بیرون، عشق و حال دیگه، یعنی مشکلی وجود نداره؟ هر مدل مویی و هر نمیدونم لباسی و لخت و اور کلا ردیفه؟ واقعا دعوا سر اینه؟ نه خب نه، سر این که نیست. مردم دوست دارن تکلیفشون رو بدونن. یعنی میخوام بدونیم که یعنی دیگه بیام، چون این حرفا رو شما زدین، بیام بیرون با هر چی که خواستیم راحت باشیم. بگم؟ بله بگین، خواهش میکنم، بفرمایید. بسیار خوب. میگه بابا اون ممر و لولو برد. این چه حرفیه آقای احمدی نژاد؟ خانواده نشسته اینجا، ماشاءالله خوب خالی میبندینا. شما اول اون همه حرفا میزنین، بعد میزنین زیر همه حرفا دیگه. مردم راست میگن مثل این که نه؟ البته کسی نشمرده، کسی ندیده، خودشون میگن.
خب بگذاریم، حالا حرفو عوض کنیم. آقای محمود احمدی نژاد، اگه میشه یه خاطره باور کردنی از سفراتون بگین که ما بتونیم باور کنیم، من ملموس باشه، میشه لطفاً؟ همین پارسال که ما رفتیم تو نیویورک، اینطوری نگاه میکنن تو این ماشینا، چششون میافته به ما. یه دختر بچه 2-3 ساله‌ای تو بغل دوستش بود، گفت بیا جلو. منو نشون داد، گفت این کیه؟ اصلا زبون اونا اسپانیولی، اصلا بچه نگاه کرد، من گفت این محموده. اسپانیولی حرف میزدن تو نیویورک؟ اسپانیولی حرف میزدن تو خود نیویورک؟ عجب. آقای احمدی نژاد، حالا بگذریم از اون قضیه نیویورک. دوستان اشاره میکنن راجع به این پارازیت هایی که میندازین روی ماهواره ها، اینها رو میخوام یه سوالی بکنم. میدونین چه تأثیری روی خانواده ها داره؟ توی هزینه خانواده های اتفاقی میفته، هزینه خانواده ها اضافه میشه. جدی؟ یعنی پس قبول دارین که مردم مجبور میشن هی جهت بشقاب ماهواره ها رو عوض کنن، نمیدونم هی ریسیور عوض کنن و اینا، این همه هزینه بره دیگه، درسته؟ بله. اگه دولت نیاد اون اضافه رو جبران کنه، این هزینه اضافی تحمیل شده به مردم، به خصوص دهکای پایین درآمدی مشکل پیدا میکنه. بله. خب حالا شما شخصا چجوری برای مردم این مسئله رو جبران میکنین؟ من اینجا به مردم عزیز میگم، به تمام دنیا میگم، رسما نمیتونیم بدی، دور میزنیم میدی. بله. خب به سلامتی. کجا اون وقت؟ بگم خواهش میکنم بفرمایید. 2-3 تا چهارراه خیابون رد میکنیم، معمولا نزدیکه. خب بعد میتونم زمانشو بدونم حدودا چقدر طول میکشه؟ بفرمایید. بگید دیگه. بگم 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه. خب بسیار خوب که اینطور. ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین. در پایان برای 100 تایی شدن برنامه رادیو پسفردا و برای دست‌اندرکاران رادیو پسفردا میخوام ببینیم که چه بیانی و چه صحبتی دارین. برای شما بهتر آن است که توبه کنید. اگه میخواد یه کار خوب بکنید در عمرتون، اینه برید دنبال زندگیتون. خیلی متشکرم از محمود احمدی نژاد که برای اولین بار با رادیو فردا و رادیو پسفردا گفتگو داشت.